ساعت غیبت با دلارام و ویدا. میخوام دیگه عالم آدم بدونن، میخوام دیگه تو قصه مردم بخونن، خاطر خواهی رسوایی داره میدونم، خاطر خواهی شیدایی داره میدونم، مال منی جونم، مال منی عمرم، به بوی تو مستم، به یاد تو هستم، توی خوب و مهربونم، توی دنیا هم زبونم، الهی بی تو نمونم، قدر تو حالا میدونم، یار 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 مهربونم، دردت به جونم، خاطر خام دیوونم، خاطر خام بیرونم، خاطر خاتم والا به مولا، خاطر خام حیرونم، خاطر خام داغونم، خاطر خاتم تکی تو دنیا، برای تو میمیرم، به دامت اسیرم، خاطر خای چشم سیاتم، تو خوبی تو ماهی فدات شم الهی، خاطر خای قند لباتم، خاطر خای قند لباتم. خاطر منم خاطر خاتم. خاطر خاتونیم. تو سلام بده منم سلام بدم. گفتم خاطر خاتونیم. از این خاطر خاتونیم بهتر دیگه چی میتونه باشه؟ چی میتونه برنامه رو شروع کنه؟ همون راست میگی. درود بر شما شنونده های ساعت غیبت از تمام نقاط دنیا، هر جا که هستید. امیدواریم حالتون خوب و خوش و سلامت باشه و یه لبخند زیبا هم بر لبانتون همین جوری مثلا همچین نقش بسته باشه ایشالله. منم امیدوارم که خوب باشین. خوشحالم از اینکه باز یه بار دیگه در خدمت شماییم و با دلارام جون غیبت میکنیم. خیلی امروز غیبت میکنیم. امروز خیلی غیبت داریم ها. بگو ببینم اون خانم یا آقایی که بهت گفته بود هدف شما از این برنامه ساعت غیبت چه خبر جدید از اون؟ هیچ خبری ندارم. فکر کنم از هدف ما خوشش نیومد، بر همونم دیگه با ما کاری نداره. تو با اون کار نداشتشون با ما کاری نداره، تویی که میرید سراغ اون. نه والا چی کار دارم؟ مگه بیکارم؟ همینه بگو. ببین این آهنگی که میخوندم دو جاش خودم خندم داشت میگرفت. یه جاش که میگه تو خوبی آره تو خوبی چه الان مد شده. 60 سال پیش بیچاره اهدیه میگفت. بعد اونجا که میگه به بوی تو مستم، گفتم مثل همون خانمه که به بوی همکارش زیر بغل همکارش مست بود. آره به بوی اون مست بود. آره. والا ببین این تفلک این شهرام که دلم سوخت براش، خیلی خواننده خوبی بود. چقدر آهنگاش میچن. بچه خوبی بود. میشناختم. هیچ وقتم اتفاقا کنسرت و ایناشو ندیدم، ولی میدونی که پسر زن دوم محمود قربانیه. کمی در موردش بذار فکر کنم. در موردش پسر زن دوم شوهر اول گوگوش. یعنی همساده ما. خب بعد اون وقت این مادرش هم خواننده بود نه؟ تا جایی که من میدونم نه. خیلی ولی زن خوشگلی بود. چرا؟ هست. ولی خب قربانی کمک کرد که شهرام کاشانی تو این کار اومد موفق شد. چرا
ته بیشتر اسم فامیلای ایرانی ایه داره؟ برای اینکه منصوب میکنه. هست شدم. ببین مثلا من که اهل رضاییم، ما 1,000,000 تا خانواده رضایی داریم. یعنی چی؟ مال اونجا مال رضایی. آره. الان کاشانی احتمالاً جد بزرگوار پدرش کاشان بود. مثلا من قربانی اسم فامیلم فتوحیه، یعنی یه جا بوده به اسم فتوح. ای قربونت پامکین، یعنی یه ذره فتح کردن. آخه نه سواله دیگه. نه دیگه، میگم یه ذره فتح کردن دیگه. ببین من البته اکس هازبندم، پدرم، نه همیشه شوخی میکرد، میگفت دوره رضا شاه خب واقعا مردم ایران خیلی بی سواد بودن اون موقع دیگه، افتادن که به همه، یا مثلا فکر کن توی هاوس هولدی توی دهات و جاهای دور افتاده اگه یه خانواده 10 تا بچه می داشت همجوری صدا میکردن، احتمالاً اصلا شناسنامه نمیگرفتن برای این بچه ها. دوره رضا شاه بوده که دقیقاً خواستن سرشماری کنن، به همه شناسنامه دادن. و میگه که حالا اونم جوک میکرده، از یکی دیگه شنیده بوده که مثلا یکی نشسته بوده توی میدونی و همه میومدن و میپرسده مثلا دلت میخواد فامیلی تو چی باشه دیگه. حالا هرچی اون لحظه به ذهن اونا میرسیده، حالا پدر بزرگ تو هم گفته فتوحی. چه میدونم والا فتوح میخواسته حتما یه جای رو فتح کنه. لابد به هر حال این سوالی بود که برای من همیشه پیش اومده بود، میخواستم ببینم نظر تو چیه در موردش. نظر نیست، این علمه. این علمت بره تو حلقم. نه ره چوک میکنی، علمم خیلی زیاده. ویدا راستی یه چیزی میخواستم بهت بگم. 2 تا بگو. از 2 تا برنامه پیش که ما در مورد هی گفتیم سارا دیگه نیست. دیگه سارا خبری نیست ازش، باورت میشه؟ یعنی مردم پر رو میشن. یه ذره رو سرت میذاری. ایشالله که رفته مسافرت. آره منم امیدوارم که حالش خوب باشه. حتما خوبه، چرا نبود. آره برای اینکه من آخه میدونی نگرانشم. نه چرا به فکر بد میکنی؟ نه فکر بد نکنم، راست میگی. نه واقعا نگرانش شدم، برای اینکه میگم سارا از اونا بود که همیشه زیر برنامه‌های ما مثلا کامنت میذاشت. بر همون خب آدم نگران میشه دیگه. میدونی چی میگم؟ سارا جون خواهشمند است کامنت بذار. آره کامنت بذار. ما اگر در مسافرت تشریف داری. آره یه خورده ما چیز شدیم، ناراحت شدیم، ولی خب یه سری کسان دیگه برای ما کامنت گذاشتن که طبق قول همیشگی ما میخوایم این حتما این کامنت ها رو بخونیم و بدونن که میدونیم، بدونن که ما آگاهیم از حمایتشون. فرح بانو ای جونه گفته که ساعت غیبت هم بسیار عالی است و یک دور همی و گفتگوی خودمونیه. آخ گفتی واقعا. آره. مرسی که شما ملحق میشی به ما فرح جون. بله ما بسیار سپاسگزاریم. یک کامنت دیگه از امین عزیز داریم. امین نریا. امین الان داریم ازت تعریف میکنیم. نریا امونان شوهر که برای ما پیدا نکردی. امین گفته فایده نداره این. امین ببین امین گفته اتفاقا خیلی کارتون و حتی انتخاب اسم برنامه عالیه. اینم گفته خودمونی و لذت بخش هستش، با قدرت ادامه بدین. میبینی؟ بزن تو کله اون خانم یا آقای که گفت هدفتون چیه. نگو. نزن نه کامنت نظر همه برای ما چیزه. نه نظر همه برای خودشون قابل
احترام، نه، نظر همه برای ما قابل احترامه، برای خودشون حکمه. درنچه ما موافق نیستیم، ولی میخوام بگم بیا ببین چقدر از ما تعریف آره میکنن. شوخی نیست که با این همه هزار شنونده‌ای که داریم، الکی نیستش که اینا همین زنگیلوی سارام که نیست، جورون افتاده گردن تو. الان فرح بانو هم دوباره به ما چیز شده. نه اصلا خیلی هم خوبه. یک کامنت شهرام برامون این دفعه کامنت گذاشته. همیشه قور میزنیم میگیم چرا کامنت نمیذاری، زده خیلی خوب بود. You guys are awesome. ای جونم. مرسی. اگه این مسئولیت پشت صحنه تو به عهده بگیری، همون کارتو خوب انجام بدی، ما هم شاید به جا برسیم دیگه. میشنوی شهرام؟ یک شنونده عزیزی که راستش تا حالا اسمش رو ندیده بودم، ویدیو به یک نکته خوبی توجه کرده و در موردش برامون نوشته و میخواستم اینو حتما بخونم. ما توی صحبت قبلی داشتیم هم در مورد اصلا یه چیز دیگه صحبت میکردیم، در مورد حق و حقوق آدما و آزادی، حد آزادی در امریکا، و تو موقع صحبتت از کلمه همجنسگرایی استفاده نه از همجنس بازی استفاده کردی و فکر میکنم که خب حواست نبود و یعنی میدونم که میدونی اینو، و ایشون گفتن فقط جهت اصطلاح صحیح همجنسگرایی هست و نه همجنس بازی. استفاده از اصطلاحات درست به برقراری ارتباط واضح و محترمانه کمک میکنه. 100% موافقم. عذرخواهی میکنم. واقعا هم متاسفانه من این کلمات فارسی رو زیاد استفاده نمی کنم. اینا تو محیط آمریکا خیلی استفاده میکنم و انگلیسیشو خیلی خوب میدونم. عذرخواهی میکنم، حق دارین. اصلاً به من یا به هیچ کس دیگه ارتباط نداره که تمایلات یا گرایش‌های انسان‌ها چی هست و واقعا اون کلمه اشتباه لپی بوده. مرسی که یادآوری کردی. مرسی. فرح بانو گفته دوباره درود دلا جون و ویدا جون. بوی بد بدن افراد بسیار آزاردهنده است و به نظرم اگر الان با این همه امکانات و تجهیزات بهداشتی فردی چاره‌ای برای بوی بد بدنش نمی‌کنه و موجب آزار دیگران میشه، باید تذکر بگیره، البته به صورت خصوصی، و اگه ناراحت هم بشه مقصر خود اون فرده که نتونسته که مشکل بوی بدنش رو برطرف کنه. راستم میگه واقعا تو این دور زمانه خیلی عجیبه، ولی واقعا فکر کنی هنوز کسی هست که نفهمه مثلا بوی بدی میده خودش؟ ببین خب من فکر میکنم عادت میکنی، شاید مثلا من میدونم که خب بستگی به نوع خوراکی که میخوری و ادویه هایی که مصرف میکنی، خب تو به اونا عادت میکنی. مثلا یکی که خودش سیر خورده دیگه بوی نمیفهمه که داره بوی سیر میده، میدونی، بقیه میفهمن. اتفاقا من 2 هفته پیش یه تیکه سیر خوردم، سیر تازه. یه تیکه؟ آره یه تیکه سیر تازه خوردم. منظور یعنی نیم کیلو؟ نه نیم کیلو، ولی آره بود، خیلی گنده بود تیکش. بعد منتها مثلا خودم اصلا متوجه نشدم که بعد روز بعد شهرام به من گفت دلارام سیر خوردی یا؟ قاسم. آره از شهرام خودشم
از سیر بعدش نمیاد. نه ولی خب وقتی نخورده باشی خیلی بده واقعا. آدم آره اگه خودت نخورده باشی خیلی اذیت میشی. بعد آدما خودشون هم متوجه نمیشی. حتی ممکنه مثلا 2 روزم بگذره تو هنوز بوی سیر بدی. بستگی به حساسیت داره. آره. میدونم که اون شنبلیله توی قرمه سبزی باعث تغییر بوی عرق خیلی ها میشه. بله. برای همین میگم بعضی وقتا آدما واقعا خودشون متوجه نیستن. میدونی حالا من اینجوری فکر میکنم. برای همین آره اگه بتونیم حالا نه با مثلا خشونت و مسخره بازی و مثلا به قول فربانو مثلا حتما باید خصوصی باشه، اینو بتونیم مطرح کنیم خب کمک میکنه دیگه به طرف. آره دیگه. جلوگیری میکنیم از اینکه یه کسی یه جایی توی جمع عمومی بهش اهانت. دقیقاً. پیشنهاد بسیار به جایی بود فربانو. خوب بود. بعد یه شنونده عزیز دیگه از من پرسید دلارم جان شما کار مشاوره انجام میدید و چطوری میتونم؟ اوکی. من بله برای دوستانی که اگر واقعا میخوان مشاوره بگیرن میخوام بگم در حال حاضر من توی یه قسمت انترنشیپ رشتم هستم و برای 5 ماه آینده به طور خصوصی نمیتونم یعنی خارج از انترنشیپ هم نمیتونم مشاوره بدم. در واقع توی این جایی که انترنشیپ هم دارم انجام میدم میتونم مشاوره بدم ولی حتما باید به زبان انگلیسی باشه. اینو میخواستم بگم. همین دیگه. یعنی خب میتونن از طریق جایی که اینترنشیپ تو داری پیدات کنن؟ آره مشاوره میتونن ولی همین در نظر داشته باشین که فقط به زبان انگلیسی میتونم مشاوره بدم در حال حاضر تا اینکه کاملا این دوره تموم بشه و به طور خصوصی بتونم مشاوره بدم دیگه. اون موقع راحته دیگه. اون موقع تو چی؟ فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیش، فارسی، آلمانی. اینقدر خوبه. تنها چیز که بلده مثلا آدم باید آلمانی یاد بگیره. How does that make you feel؟ واقعا بعد بشین فقط گوش کن. آره تو عالم خودت قرض قوله های خودت یادت بیفته. اوکی پس شنونده عزیز فکر کنم 2 تا راه دارین. یا اینکه 5 ماه صبر کنین اگر که مشاورهش رو به زبان فارسی میخواین یا یکی از زبانهایی که خودش گفت، یا اینکه باید از طریق محل اینترنشیپش بهش دسترسی پیدا. یه چیزی گفتی یادم افتاد. چند وقت پیش یکی ازم پرسید یا یه جایی رفته بودم واسه سخنرانی. یکی ازم پرسید شما کارتون چیه؟ گفتم من روان درمانگرم، سایکوتراپیستم. گفتش سایکوتراپیست چیه؟ مثل سایکولوژیست میمونه؟ گفتم نه، فرق میکنه. بعد گفت چی کار میکنی؟ گفتم تاک تراپی، یعنی مثلا تراپی هم مثلا صحبت دیگه در واقع. گفت تو همه فقط تو حرف میزنی. گفتم اتفاقا من اصلا حرف نمیزنم، من فقط گوش میکنم، من فقط میشنوم و اون شخص صحبت میکنه. این خیلی مهمه نویدا، برای اینکه مثلا مردم بدونن دیگه وقتی میخوای بری روان درمانگری در واقع باید به چه صورت انجام بشه، چیه اصلا جریانش. 100%. اتفاقا من پریروزا به خواهرم میگفتم آره وظیفه اصلی یه روان درمانگر خوب اینه که گوش کنه، فقط باید بدونه یک سوالهای کلیدی در یه جاهای واقعا مهم وقتی که میپرسی انگار 100 تا در باز میشه برای آدم، یه چیزایی روشن‌تر میشه برای آدم. علت خیلی از
عمل کرد ها تو میفهمی او من چرا این کارو کردم، من چرا این حرف زدم، چرا این احساس رو میکنم، من چرا مثلا از تنهایی میترسم، از جای بسته میترسم. علت ها رو پیدا میکنی، ولی در اینکه واقعا چقدر بشه که این رو عوض کرد خیلی مدت طولانی. آره دقیقا خیلی مدت طولانی میخواد. و میخواستم اینو بگم که مثلا کسانی که واقعا احتیاج دارن. بفرما. ویدا چی بود؟ بازی میکردم. خواهش میکنم بگو با چی بازی میکرد. از این چیزایی هست که برای اینا که نمیتونن ساکت بشینن و بهش میگن فیجت. اینایی که وول زیاد میخورن، کسایی که وول زیاد میخورن دیگه میشونی من اینجا روی صندلی باید مثل خانوما بشینم. خب بعد چی شد؟ داشتی با اون بازی میکردی بعد چی شد؟ گیر کرد به سیم این گوشیم. خب بعد چی شد؟ بعد هیچی نشد. بعد تو دیدی چه شد؟ 6 تا شد. وول نخور خانوم، وول نخور. داشتیم در مورد یه چیز مهم حرف می‌زدیم، حالا یادم رفت دیگه، فراموشش کن. اصلا راجع به تغییر پیدا کردن در روان درمانگری بود. ببین من خیلی خیلی میبینم کسانی که خیلی مقاومت میکنن در مورد اینکه برن باید روان درمانگر شروع به کار بکنن. و میخواستم بگم نه، این اصلا تبلیغ برای کار خودم نیست. این در واقع یه روشنگری و آگاهی سازی در مورد کار روان درمانگریه و اینکه چه اثراتی میتونه رو زندگی شخصی آدما داشته باشه. میخوای یه 2 دقیقه در مورد این صحبت کنیم؟ چون که من و تو کارمون جفتش همینه دیگه و من فکر میکنم که بد نباشه یه توضیح مختصری در این مورد بدیم. بفرمایید. چه فکر میکنه؟ مؤدبانه وول نمیخورم، گوش میکنم. اول شما لطفا. نه خواهش دارم. نه تو رو خدا. نه به جان شما نمیشه. اصلا نه شما بفرمایید. آخه بزرگتری کوچیکتری عادیه. به قول صمد تو آبادی ما از این چی بود؟ درویش بزرگتر وجود نداره. دقیقا نمیدونم چی تو ذهنته. That's why تو بگو که من یه راهنمایی کن که چی بگم که بگم. آره خب مثلا من میبینم مقاومتی که در مورد این میشه اینه که خب اصلا مثلا که چی که چی بشه، مثلا چی میخواد عوض بشه. من تو این سن و سال که دیگه نمیخوام عوض بشم، من همینم که هستم. بقیه دنیا عوض بشن. آره خب اون خیلی راحته دیگه، بقیه عوض بشن، من همینم که هستم. خب بعد اون وقت مثلا میشنون از بقیه که بابا حالا بیا برو یه امتحان بکن، مثلا من تاثیر مثبت دیدم، خیلی خوبه فلان بهمانه. بعد شروع میکنن اولا که انتظار اینه که همون دفعه اول دیگه اگه کار کرد یعنی کار همون دفعه اول اگه من خوب شدم دیگه، وگرنه برای چی دوباره ادامه بدم؟ برای چی برم پول بدم؟ دقیقاً. و اینکه اصلا حالا چه کاریه، چه ربطی داره الان مثلا من رابطم بده با فلان کس که تو برای چی میخوای از بچگی من سوال کنی؟ چه ربطی داره؟ اصلا من نمیخوام اصلا من فراموش کردم، اصلا نمیخوامم یادم بیاد بچگیام. خب ببین اینا رو شهامت داشتن و اینکه بخوای واقعا با این چیزای سخت زندگی دوباره روبرو بشی کار هر کسی نیست. هیچ وقت هیچ کس نگفته که تراپی کار آسونیه. من خودم یادم میاد وقتی که بار چندم بود
توی کانادا شروع کردم، یعنی اون روز که میشد واقعا قصه میگرفت منو، برای اینکه میدونستم باید برم حرف بزنم و بقیه اون روز در غمگینی به سر میبردم. آسون نیست که با این چیزا روبرو شدن و ما چون دلمون نمیخواد که هیچ لحظه‌مونو خراب کنیم، حتی به خاطر اینکه به یه نتیجه خوب موندنی طولانی مدت برسیم نمیخوایم. خب اینو همیشه میخوایم بزنیم یه جای ذهنمون که اصلا وجود نداشته، نبوده. یکی از مکانیزم های دفاعی ذهن انسان همینه دیگه، که همیشه نفی کنی که اصلا یه همچین چیزی وجود داره. اولا که خودمون رو همیشه خوب میدونیم، میگم اشکال من نیست که اشکال دلارامه. بعدم ارتباط اینا شنیدین اینا الان شنیدین همین الان اینجا خودش گفت ها، بعدن دیگه میگم برمیگردیم با این موضوع. و ندونستن ارتباط اینا که اوکی اگر من به طور متمرر در دوران کودکیم که شخصیتم شکل می گرفته از طرف پدر و مادرم یا هر کسی که منو بزرگ می کرده، هر کسی که برام مهم بوده، حتی میتونه یه معلم باشه، همیشه سرکوب شدم. بله 50 سال بعد در رابطه با زیر دستم، در رابطه با دوستم، در رابطه با همسرم، دوست دخترم، دوست پسرم، بازتاب اینا دیده میشه. اینا رو نمیدونیم و میگم روبرو شدن باهاش همچنان آسون نیست. یک سری غمو میاری بیرون که روند بهبودی خیلی کنده. بعد با خودت میگه حالا که چی؟ بعدم که میگم رو سر همینا پولم باید بدی. معمولا ما تا کارد با استخونمون نخوره یه چیزی واقعا سریع و سر درمان نخواهیم نمیریم این کارو. پزشکی رو نمی کنیم، چه برسه که برای بهداشت ذهنمون بخوایم اینو بکنیم. کار جا افتاده‌ای حتی توی فرهنگ غربی هم نیست، برای اینکه یه سری چیزای سخت بیرون میاد ازش دیگه. و خیلی قشنگ گفتی ها، من اصلا چف کردم. ویدا خیلی خیلی قشنگ گفتی، خیلی خوب توضیح دادی، باور کن اصلا من فوق‌العاده تحت تاثیر قرار گرفتم. مرسی. حالا چقدر حاضر پول بدی بیای پیش من؟ چرا من و تو نمیتونیم همدیگر رو درمان کنیم؟ واقعا نه تو بگو. برای اینکه خیلی ها هستن که مثلا دوستای نزدیک و صمیمی میخوان که من تراپیشون کنم، در صورتی که همیشه میگم نمیشه. یعنی اصلا نمیشه واقعا. نه تنها غیر اتیکالش چیه فارسی؟ اتیکت؟ نه با اتیکت درمان. نه یه اسم خوبی داره و آره حالا پیدا کنم. ولی نه تنها اصلا از نظر اتیکال صبر کن بابا جان، حالا چه کاریه ethical in فارسی؟ اخلاقی. مرسی. نه تنها غیر اخلاقیه از نظر حرفه‌ای، بلکه اصلا مؤثر نخواهد بود. برای اینکه امکان نداره که تو بتونی بدون هیچ جانبداری نسبت به من، یعنی امکان نداره که علاقه تو به من تو رو بی‌طرف نگه داره. دقیقاً. آره. و دقیقاً به همین دلیل و نشون داده شده توی تحقیقات که اصلاً مولتی ریلیشنشیپ توی تراپی، یعنی هم تراپیستت باشه، هم دوستت باشه، یا هم فامیلت باشه، اصلاً کار نمیکنه، مؤثر نیست و
چه بسا که مضرم خواهد بود. درست مثل پزشکایی که مثلا یا جراحی که اجازه نمیدن بهشون روی فامیل درجه یک که خودشون جراحی کنن. دقیقا همون جوریه. آره چیزی گفتی میخواستم در موردش بیشتر یه ذره به اون کف‌هایی که کرده بودی فکر کن. تو میگه آبجوی کف میکنی دختر. چقدر باحال گفتی. همین خودمون کیف کنیم به این چیزا. بسه گفتم که ای خدا. شنوندگان ساعت غیبت، دلارام و ویدا، میخوای این جوکی که برات فرستاده بودم بگی؟ آخرین جوک خوب نمیگم ویدا. یارو متخصص ختنه شده بوده. آره سوال میکنن میگن بخش چرا این شغل رو انتخاب کردن؟ سکن. از یکی میپرسن کارتون چی آقا؟ میگه من متخصص ختنه کردن هستم. بعد بهش میگن که شما چجوری این کار رو انتخاب کردین؟ گفت موقع کنکور اون قسمت سوالی که میخواستن زده بودن که چی کار میخوایم بکنین، من میخواستم بنویسم دوبلوری، اشتباه نوشتم دولبوری. دوباره ما خودمون بقید بخندیم. من وقتی اینو شنیدم اولین کسی که اومد به ذهنم گفتم قش میکنه به این دلارامه. بلافاصله فرستادم به دلارام. آره قش کردم. قش کردیم. خیلی بالا. الان مخصوصا دیدید میخوای یه تکست برای یه نفر بنویسی بعد این آتو کرکتش یعنی کن فیکون میکنه تکست تو. به خصوص که عجله داشتم عینک هم نداشته باشم. آره اصلا یه چیز دیگه در میاد برای خودش. من از همه شنونده ها معذرت میخوام ولی من هنوز روی تلفنم چیز فارسی ندارم، الفبای فارسی ندارم که فارسی بخوام به کسی تکست بدم. چرا ویدا؟ یادم چرا ندارم؟ برای اینکه اولا خیلی طول میکشه. جای الفبای انگلیسی رو میدونم، جای الفبای فارسی رو نمیدونم. بعدم عده زیادی نیستن که واقعا انگلیسی نمیدونن که من بهشون تکست میکنم. مثلا من اصولا زیاد تکست نمیکنم. اصولا اهل تلفن نیستم. خارجی هم به خدا العربیه تل دارم روی. ببین اینو بگو بعد میخوام یه چیز بگم در مورد همین موضوع که اصلا زندگیت راحت بشه. بگو. باش. بزرگترین مشکل من اینه که وقتی که به یه نفری میخوام با حروف انگلیسی پیغام فارسی بدم، فینگلیش، وقتی که مثلا میخوام بنویسم دلا جون نمیدونم این دوتا خب جی و کی بغل دست همن، یعنی من به خاطر یعنی توی قبرم باشم باید بخونم. دیدم که در میاد دلا معذرت میخوام کون، جی و کی بغل همن. آره این بزرگترین وحشت منه. سن حساب کن. خیلی باله. با فکر کن مثلا طرف اینو بگیره، فکر می‌کنی چی فکر میکنه؟ اگه سنس آف هیومر داشته باشه کلی میخنده. آخه من و تو هم که سنس آف هیومر داریم مثلا هیچ وقت با هم اینجوری پیغام نمیدیم که آخه. نه دیگه بابا طرف باید بفهمه دیگه. اوکی این حتما یه چیزی اینجوری شده. دوتا خیلی بغل هم هستن. قبل از اینکه بهمون بر بخوره به این چیزا فکر نمی‌کنیم. نه برخورده تموم شده رفته. اصلا کلی هم
برخورده رفته کلی هم فوش دادیم به طرف. آره آره اصلا بین یعنی دوتا امت اصلا جنگ را افتاده. دقیقاً اصلا قهر کردی با طرف تمام عمرت دیگه باش حرف نمیزنی. انقدر عکس العمل شدید واقعا قبل از منطق کار میکنه. تو چی میخواستی بگی؟ یادم رفت دیگه. خوب گفتم بنویس، میدونستم یادت میره. یادم افتاد. وایس. آره اونم هست. خب بعضی جاها هست. ببین مثلا من اگه میرم اداره، اونم که فارسی که نمیتونم میگم نه امروز یا گوش بذار، نمیتونم که، برای همین خب تکست رو مینویسم. من توی تایپ کردن خیلی تنبلم. خیلی منظور تلفن یا تایپه؟ اصلا تایپ کردن تنبلم، ولی رو تلفنم مثلا میخوام یه چیزی رو توضیح بدم، واقعا برام سخته که اینو تایپش کنم. برای اینکه اولا که تایپ میکنی به قول تو کلی این وسط مشکلات مختلف هست. سری برای خودش آره یه چیز دیگه میفرسته میره. دوباره بعد از اول بخونی. بعد اصلا احساس میکنم که وقت توی نوشته چیز خیلی پیش میاد، میس کامیونیکیشن خیلی پیش میاد، سوء هاضمه، نه اونی کی سوء تفاهم، یه بوست سوء تفاهم خیلی ممکنه پیش میاد. هاضمه از کجا در اومد؟ بعد تو یه چیزی مثلا میخوای یه چیزی توضیح بدی، خداییش مثلا تا بیا اونو تایپ کنی، بعد بخونی، بعد طرف اونو بخونه بفهمه متوجه بشه نشه، بعد دوباره اون سوال کنه تو دوباره بخوای بابا بی خیال. اصلا مامان که میگه بابا تلفن کن، یه دقیقه تلفن کن، مثلا حرفتو با طرف بزن دیگه. ولی آره این تکسته یه جورایی واسه ما نمیدونم عادت شد دیگه. بعد نسل جدیدتر اینا مثل پسر من یا پسر تو، اینا اصلا حتی وایس هم دوست ندارن. یعنی نه اصلا میگم مثلا حتی بغل دست هم میشینن به هم تکست میکنن. جالبه دیگه، جزو با این بزرگ شدن دیگه. آره به اینا چی میگن؟ خل. باور جنزی رو میگی؟ جنزی بابا خیلی هم زیادتر از اون شده. اون روز یه سری جنریشن های جدید میگفتن یعنی بابا بیا اینو الان من پیدا کنم یه کمی این آگاه سازی کنیم، خوبه؟ ببینیم جنزی؟ آره اینا اصلا generation names. بیا خیلی هم باحاله، خیلی هم درسته، واقعا دقیق و درسته. خاصیت های کلیشونو که میگن راست میگن. خب generations names explained. اسمای generation نسل میشه نه؟ اوکی. خب اینا خیلی خیلی هم زیادن. ای بابا خیلی زیادن. ببین بعد از زی چند تا چیز اومده، خیلی اومده. بذار ببینم از 1900 تا 1924 اگر به دنیا اومدید الان باید 124 سالتون باشه، بالای 100 سالتون باشه. بهش میگن the GI generation. ببین این AI میمونه. خیلی دهم پر. آره. بعد 1925 تا 1945 این کسی رو میشناسی توی این سالا به دنیا اومده باشه؟ به اینا میگن the silent generation. آخه زدن تو سرشون حقشون رو گرفتن. ساکت. آره. از 1946 تا 1964. بعد اینا چند سال به چند ساله؟ من دارم حساب میکنم. آره نمیدونم رو چه حسابی عوض میکنه.
چیه؟ صبر کن بهت بگم. خب قبلی 20 سال بود، این از 46 تا 66 میشه 20 میشه 18 سال. از احتمالاً ببین توی مثلا سال یه چیز مهمی اتفاق افتاده دیگه که مثلا کردن تاریخش رو اون سال دیگه. نه این آدم زاییده. 1946 تا 1964 میگن مال چیزه، تو بگو بی داره. بیبی بومرز. بیبی بومرز حالا فارسیش مال دوره جنگ جهانی دوم. اصلا نمیدونم جنگ جهانی دوم که 47 تموم شد. خب مال اون دورن دیگه. اون دوره نمیگم اون دوره به دنیا آمدن، که اون دوره رو دیدن. ننه باباهاشون دیدن. توی افترمت جنگ جهانی دوم بزرگ شدن. خیلی بیبی بومر رو. بعد 1965 تا 1979 به اینا میگن 13ers or Generation X. Generation X. من 13ers رو نشنیدم. من X'م. من اول X'م تا آخر X'i. برادر من آخر X'ه. سال انقلاب به دنیا آمد. آره. 1980 تا 2000 که پسر تو جزو اون میشه Millennials or Generation Y. از سال 2000 تا الان بهشون میگن New Silent Generation یا Generation Z. اصلا هم سایلنسی درشون وجود نداره. نمیدونی؟ واقعا اینو قبول نداری؟ خیلی سایلنتن، چون اینا همش سرشون تو چرا؟ چون بچه تو ساکته؟ نه سرشون تو اینه. بی دلیل نیست. بله منظورش از این تلفن بود. آره شما که شما ندیدی من دیدم. آره منظورمه که سرشون تو دیوایسشونه، تلفن. تو آره تلفن. برای همین به قول هم خودمون تکست میکنن به جای که حرف بزنن. آره اصلا فرق میکنن. جالب بود نه؟ خیلی جالبه، خیلی جالبه. آره منم دقیقاً باز نمیدونم رو چه حسابی اینا عوض میشه. چرا از 20 شد 18 الان دوباره 20 هر 20 سال. دقیقه صبر کن. صبر اومد گفتی خودین هرین دنبالش. آفیت باش اومد. بعد اون وقت ولی آخه پس چرا اینا با هم فرق میکنن؟ اصلا جنریشن اصلا من حساسیت دارم به این مسئله. به جنریشن. آره ولش کن. تموم شد رفت پی کارش. ویدیو یه چیزی بخون. آره یه آهنگ. من خیلی از ترانه های که الان داخل ایران میخونن و دوست دارم، خیلی 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 زیاد، ولی نمیدونم چرا خیلی نمیخونمشون، برای اینکه کلم چیزای قدیمی بهتر یادم میمونه دیگه. این خاطر که گفتم مال ماشاءالله 50 سال پیشه. ولی این آهنگ من یه گروه با بچه‌های که دبیرستان با هم فارغ التحصیل شدیم داریم، اینو اونجا گذاشته بودن و شنیدم خیلی خوش آمد. انقدر گفتم البته شعرشو نوشتم. منظورم این بود که این آهنگ نسبتاً جدیده، مال رضا ملکزاده است. very nice. بذار من یه چیز برات بذارم اینجا اگه میشنوی. چنگارم نمیشنوی؟ چنگارم نمیشنوی دیگه نمیشنوی. من نمیدونم چرا. اوکی لطفاً منو نگاه کن، من بهت علامت میدم بعد از چنگ را میشنویم و بعد ترانه ای از رضا ملکزاده با صدای مخملی نه رضا ملکزاده دیدا. نشد برای عشقمان برای این دیوانه‌ات سفر کنی، نشد که باد به حال من به حال این ویرانه‌ات نظر کنی، نشد بیایی عاقبت، نشد برای عاشقت خطر کنی،
نشد که وقت رفتنت مرا هم از نبودنت خبر کنی. آرام آرام نشستی در دل من ای آشنا، آرام آرام گذشتی از کنارم نامهربان. ای وای از این غم بی پایان، امشب با خیالت گفتم و خنداندم تو را. امشب مثل هر شب در خیابانم، پس چرا من ماندم و ابر بی باران. اگر تو عاشقی دقایقی بیا بمان، اگر شکسته ای مرا هم از خودت بدان. تو را به جای من بمان، مبر ز خاطرت تمام آن گذشته را. اگر دلت شکست فقط به دیدنم بیا، تو را به جان من بیار. آرام آرام نشستی در دل من ای آشنا، آرام آرام گذشتی از کنارم نامهربان. ای وای از این غم بی پایان، امشب با خیالت گفتم و خنداندم تو را. امشب مثل هر شب در خیابانم، پس چرا من ماندم و ابر بی باران. آفرین. مرسی. خیلی ترانه زیبایی. خیلی ترانه زیبایی. خیلی اشعار تازه، این چیزایی که من میشنوم خیلی بیوتیفولن، خیلی عمیق، قشنگ. آره خیلی، یعنی آره واقعا فکر شده در موردشون. میدونی اگه یادم مثلا تا چند سال پیش هر وقت یه دونه آهنگ در می اومد مثلا میگفتیم بابا این سر توالت این آهنگر نشسته نوشته، در صورتی که الان واقعا اشعار انقدر زیبان، خیلی عمیقن. و من میبینم ویدا خیلی از میرن با اشعار مولانا و حافظ و خیام و این چیزا از شاهنامه آهنگ میسازن. واقعا چقدر استعداد میخواد. آفرین، چقدر استعداد میخواد. آره. این برای شما پر استعدادان جوان مملکتمون، واقعا دمتون گرم. واقعا جیگرم میسوزه که آنچنان که باید ازشون استفاده نمیشه. خوشبختانه یه سری از هنرمندای این ور آب از استعدادهای ایرانی استفاده میکنن. چقدر خوب. حتی نمیدونم وبسایتشون اونا میسازن، آهنگاشون و تنظیم آهنگاشون و شعراشون و من حال میکنم خیلی. مثلا یه چیزی که میخواستم بگم، خیلی از بچهای توی ایران هستن که به عنوان ویدا مثلا ادمین، خب سوشال میدیای کسایی که این طرف آب بیزنس دارن، حالا هرچی این چیزا رو انجام میدن. مخصوصا اگر که مخاطب شما ایرانیا باشن، خب چرا از این بچه ها استفاده نکنیم؟ چرا از این مثلا بیزنس؟ واقعا به خاطر اینکه واقعا وقتی که حساب میکنی، ببین تو اگه این طرف بخوای یکی رو استخدام کنی به عنوان سوشال میدیا ادمین، حداقل باید $500-600 در ماه براش هزینه کنی. در صورتی که اگر که از ایران یکی رو استخدام کنی، از ایران باشون کار کنی، شاید مثلا 1/3 اون هزینه رو باید بکنی و به نظر من خیلی به اونا هم کمک میشه. من الان مثلا یکی از دوستام هست که از ایران حاضر این کارو بکنه. خیلی امین شنیدی؟ نون تو رو داره تخت. نه امین کارش سوشال میدیا چیز نیست.
مافکم هست. نه امین وبسایت درست میکنه، ببخشید مارکتینگ اونجوری میبینی در سطح بالا همین ما دهاتی چی آخه از این هر چیز آره ولی مثلا اگه یکی هستی که مثلا یکی رو میخوای تو اینستاگرام برات مرتب پست بذاره، به خاطر اینکه واقعا ببین ویدیو یه کار فول تایمه، میدونی خیلی زمان میبره. برای همون مثلا یه شخصی توی ایران میتونه این کار بر شما انجام بده به نحو احسن و یه چیزی هزینه مثلا خیلی پایین. پس اگه به اون سرویس هم احتیاج دارین لطفاً با دلارام تماس بگیرین تا با این شخص مربوطه در ایران شما رو در تماس بذارن. بله شهرام اومده تو، بعد پنجره‌مو بست به خاطر اینکه حتما باد میاد. نه بابا این گرمش میشه، بعد گیر میده، میره کولر رو روشن میکنه، بعد کولر روشن میکنه پنجره ها رو میبنده. منم از کولر متنفرم. آره واقعا سنم که رفته بالا اینجوری شده، ما حتی کولر ماشین اگه بزنم اون شب حتما سینوزیتام درد میگیره. بابا آخه تو کانادا 9 ماه سال سرده، میفهمی چی میگم؟ این 3 ماه 1 ماهش شاید کلن 30 روز بتونی بشماری گرمه. الانم داره منو مسخره میکنه، اینجا واسطاده داره منو مسخره میکنه. ببین این ویدیو ضبط نمیشه ها، بیا میتونی بیا ویدیو ببینتت داری چیکار میکنی، فقط صدامون ضبط میشه. نشون چجوری مسخرش اون وقت بعد من اینو میگم بابا جان این 1 ماهی که گرمه بذار گرما رو توی استخونام حس کنم، بتونم ذخیرش کنم برای روزایی که از سرما میلرزم. آره خدا بیامرز پدر منم همیشه به مادرم اینو میگفت خیلی 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 اگه بشه 1 هفته در گرمای مرداد ماه مادرت یقه اسکیشو در میاره. یادت باشه همینطوره تو عروسی منم یه یقه اسکی از زیر پیرنش پوشیده بود. آره همیشه یادم یقه اسکی داشتم واقعا، یعنی مادر من مساویه با یه تومون. الانم میپوشه یقه اسکیشو هنوزم میپوشه. آره بابا که گردن مردنش همیشه درد میکنه، فکر میکنه که گرما احتمالا مثلا دارو و مرهم ببرش. مسلما سرما خوب نیست، ولی حالا دیگه به هر عنوانی گرماره. پارسالم که ما رفته بودیم ازمیر، گرمای 10 روزی که ما اونجا بودیم 46 درجه سانتیگراد بود هر روز. واقعا یعنی مرگ. بغل آبم هست مرطوب و ترکیه هم مثل ایران و اینجاها نیست که همه کولر مرکزی داشته باشه. اکثر خونه ها یه کولر میگیرن. دیده بودم یه بار تو ایرانم مثل این دیواری وصل میشه از ژاپن اومده، تو یه دونه اتاقشون اون کولر رو میذارن. ما شب که میشد میرفتیم تو اتاق خوابا 46 درجه، اون وقت صبح بلند شدیم میومدیم تو این اتاق کولر دار سرد، هر 5 نفرمونم مریض شد. ویدا یاده یه چیزی افتادم بگم خیلی خنده. چند وقت پیش با شهرام داشتیم سپارکی رو رامی بردیم توی همین ته کوچمون. بعد از دور من دیدم یه آقایی با یه قابلمه داره میاد همون سمتی که ما هستیم، همین قابلمه دستش نظری بود. ببین به جان تو هم اصلا ناخودآگاه گفتم حلیمه. ای جونم. یه دفعه آقای شوکه شد، اصلا انتظار نداشت. گفت آره دارم میبرم برای دوستم همین کوچه پایینی زندگی میکنه. گفتم
خوش به حالش. گفت ای ببین خونه ما همینجاست. بعد نشون داد برو اونجا بگیر، برو حلیم بگیر. وای یعنی نرفتی؟ نه فکر کن. خب چه اشکال داره؟ می‌خواستی که خودتون درست کردین یا خریدین یا نظریه؟ حتما خودش درست کرده بود، برای اینکه برگشت. وای من نمیگذاشتم از حلیم خونه. فکر کن بری در خونه یکی رو بزنی، خودش هم که رفته نیست. بود همون. بعد فکر کن بری در خونه طرف رو بزنی بگی که من اومدم حلیم بگیر. آخه نه که توی کمرو پیدا نمی کنی اینا رو بذاری بغل دست هم حرف بزنی. من علی آقا رو سر کجا دیدم، علی آقا به من گفت برو خانه از مهین خانم حلیم بگیر. خب اینا رو میپرسیدی مهین خانم با کمال میل بی قابلمه پر به حلیم میگه. بعدش اتفاقا با همسرش هم آشنا شدم، توی از جلوی خونه ما رد میشد. فهمیدم کجا با اینکه فهمیدم کجا زندگی. نه دیدم از کدوم خونه اومد بیرون خانومه، فهمیدم که همون خونه است. بعد بهش گفتم که با هم صحبت کردیم و بهش گفتم که آره من یه بار همسر شما رو با یه قابلمه حلیم دیدم. گفت وقتی برگشت اتفاقا از من پرسید، گفت یه خانومه اومد حلیم بگیره. وای نازی بعضی چقدر ماهن، خیلی مهربونه، چقدر ماهن. آره به خدا نوش جونتون. همه ایرونی ها فقط به خدا اینجوریان. و من آره به خانومش گفتم فکر کن من میومدم در خونت اون وقت چی فکر میکرد، چی میگفت؟ چی فکر نمیکرد به خدای چی فکر با کمال میل میداد. آره خلاصه من شنیدم شما حلیم نظری میدین. آخه دمشون گرم. ولی واقعا دیگه داره نصف همسایه هاتون ایرونی میشه ها. میشه دارم قول میدم که نصف بیشتر، چون من هر دفعه میرم فروشگاه، اینجا یه فروشگاه بزرگ هست به اسم کاستکو که امریکایی میدونی دیگه. بعد یعنی اولا که نمیخوام اغراق کنم 50% کارکناش ایرونیه، شاید هم بیشتر. و آره حداقل نصف مشتریاشم ایرونیان. یعنی تو پسرم دلن دیروز پیروز میگفت ما همه ایرونی شدن اینجا تو شهر ما. خیلی جالبه تو این مثلا چند سال اخیر، میتونم بگم زیر 5 سال اخیر، که اصلا ایرانیا به این منطقه واقعا هجوم آوردن. من فکر میکنم خب یه قسمت بزرگش اینه که ببین میدونی توی تورنتو، تو شمال تورنتو یه جایی هست به اسم ریچموند هیل. بعد حتی از قدیم و ندیمم اون قسمت ایرونی خیلی زیاد بود، ایرونی پسند بود. ایرونی پسنده. مثلا تمام فروشگاه های ایرونی، رستوران ها، نمیدونم همه جا بیزنس های ایرونی هم توی اون قسمت خیلی حجمش زیاده. منتها از وقتی که قیمت های خونه انقدر سرسام آور شده توی ریچموند هیل، خب ایرونی ها دارن میان سمت بالا، دارن میان سمت شمال شهر و این قسمت ما هم جزو اولین شهرهاییه که شمال اونجاست دیگه. و میبینیم که مثلا یکی خونه کوچیکشو، نسبتاً کوچیکشو توی ریچموند هیل فروخته، اومده خب قدرت خریدش بالاتره این بالا دیگه. منتها اونم الان اینجا هم دیگه داره مثلا نمیشه دیگه اینجا هم به اون صورت خونه خرید. همینه که همینجوری دارن میرن به سمت بالا. فکر کنم کم کم قطب شمال برسیم دیگه تقریبا. مثلا چرا انقدر جمعیت میره بالا؟ ما چرا انقدر میزاییم؟ چرا فکر میکنیم مثلا خیلی نه؟ حالا من و تو نفری یه دونه زاییدیم میزاییم که جمعیت دنیا میره بالا. آخه ویدا جمعیت کانادا اونقدر بالا نیست. جمعیت کانادا من اگه بذار الان گوگل میکنم بهت میگم، چون که ببین سالی که ما وارد شدیم 35 میلیون بود. اوکی. سال 90 35 میلیون بود.
الان فکر کنم 45 میلیون رو خب بس الان بهت میگم. پاپولیشن کانادا تو 2024 آخرین آمارشه 39 میلیون و 107 هزار نفر. 4 میلیون. آره. خب یعنی 40 میلیون، زیر 40 میلیون. اونقدی نیست تو وقتی اینو مقایسه میکنی با 40 در از 24 سال. ببین چی دارم میگم؟ 34 سال. خب 34 سال 5 میلیون رفته بالا دیگه. چیزی نیست. در حال 5 میلیون فقط مثلا تو دنور زایده شده. در تو فکر کن امریکا 300 میلیون جمعیتشه. حالا منظورم، حالا شما چرا به خودت میگیری؟ منظورم شخص شما نبود نه. که سطح کانادا نسبت به جمعیتش خیلی بزرگه، یعنی حجم سطح زیادی قابل داره. زندگی نیست برای اینکه برای اینکه همه میخوان بیان تورنتو، مونترال با ونکوور. ها؟ ایرونیا که اینطوری هن. آره. جاهای خوش آب و هوا، بزرگ، خوش قیمت، ما خوش سلیقه این دیگه چی آره. ولی مثلا اگه یه نفر بخواد قبول کنه، مثلا الان در حال حاضر کلگری مثلا کلگری استان دیگه توی کاناداست. کلگری یه جاییه که فوق‌العاده هم از نظر قیمت خونه، هم از نظر تکس، مالیاتی که روی درآمد برمی دارن، و هم از نظر درآمد خیلی مناسب تر از تورنتو و ونکووره. ولی چون که مثلا به طور معمول ایرونیا اونجا زندگی نمی کنن، خب نمیرن اونجا مردم. کم ایرونی البته نداره ها. نمیدونم چقدر داره راستشو بگم. کم ایرونی نداره. آره. خب ماها یه چیز خوبی که داریم، وقتی یکی میره یه جایی و یه ذره جا میفته، بقیه دوستا و فک فامیلامون هم میاریم پیش خودمون. آره. تو بیا من رو بلدم. همین چند نفر که میرن بقیه هم میبرن. آره. ولی اصلا کلن یعنی جمعیت کره زمین داره بیش از حد میره بالا. نزاین به خدا شاه راست میگو، فرزند کمتر زندگی بهتر. نزاین. بابا جان دارن این بچه همون آخه میدونی چیه؟ بذار یه چیزی هم بگم. هر چقدر پول کمتری در میارن، تحصیلات کمتری دارن، یعنی وضعیت بدتره، بیشتر بچه دارن. آخه یعنی چی؟ یه مقدار اینا من ربط میدم به اینکه بلد نیستن جلوگیری بکنن. میدونی چیه؟ والا به خدا. ببین همه جای دنیا میگم، مثلا تو همین امریکا تو سر و کار داری دیگه با این مادرایی که اصلا واقعا چیز ندارن، قابلیت مادری ندارن، نه بلدن، نه عین خیالشونه، نه اصلا میزان و انگار مثلا آخه یعنی چی؟ خیلی خیلی ببین، میگم حالا یک جامعه پیشرفته مثل آمریکا اینقدر از نظر این بابت واقعا عقب افتادن. البته این هم قابل اشاره هست که توی آمریکا واقعا مملکت مذهبیه، اینکه دولتش هم بسیار مذهبی هستن و خیلی به هر عنوان خیلی مذهبی ها دیدم که بیشتر بچه به دنیا میارن. آره خلاصه چه میدونم بابا. بازم صحبتامون جدی شد. اصلا من دوست ندارم. میبینی اصلا مشتی از شرم پرید. وقتی ساعت غیبت تبدیل میشه به جدیت بدون که آخر خطه، نه نباید خدافظی کنی. چرا البته یه ساعت شده. نمیخوام برم آخه. خب بیا خانه ما. بیدا یه دونه دیگه میخونی؟ یه دونه دیگه کوچولو میخونم. اونم دوباره قدیمیه خیلی.
من بلدم. مطمئنم که شنیدی. نمیدونم میخوای یه چیزی بخونم که تو بلدی؟ نه چه فرقی میکنه، من که صدام خوب نیست که. صدات خوبه ولی چی بلدی؟ چی میخوای بخونی؟ من تو هر چی بخونی من بلدم، تو کاری نباشه. بلده با من میام. همه کار است بابا. آماده ای؟ آماده ای؟ سنگ بزنم. سنگ بزن. کی میگه دلم خریدار نداره؟ کی میگه دل دیگه دل یار نداره؟ کی میگه دل خریدار نداره؟ کی میگه دیگه دل یار نداره؟ کی میگه تو دنیا دیگه با ما کسی کار نداره؟ کی میگه دل پیر شده و گرمی بازار نداره؟ دل من تازه جوونی میکنه، با جوونا هم زبونی میکنه، تا میتونه مهربونی میکنه. کی میگه دلم خریدار نداره؟ کی میگه گرمی بازار نداره؟ کی اینم ارکستر بود. مرسی از رقص قشنگ شما دلارام جان. دروغ میگه، من نمیرقصیدم. نه رهبر محترم ارکستر بوده. به هر حال من این وسط یه کاری میکنم که تو احساس تنهایی نکنی. میدونی چی میگم؟ برای همین عاشقتم دیگه. عاشقتم. خب همین روزا از شهرام میام خواستگارت میکنم. فکر کنم 2 دستی تقدیمت کنه. اون که مطمئنم بره فقط. اونو که مطمئنم. وردار برو. ویدا چی میخوای ببریش اینو؟ جهازش یه خانه بده همشهرام جان، یه خانه بده. والا تازه میذاریم تو هم بیای با ما زندگی. داره. خب ویدا خانم جونده خفاسی کنیم. با اینکه دلم نمیاد ولی واقعا مرسی که 1 ساعت دیگه با ما بودیم. من لذت بردم از هم صحبتی با شما دلارام خانم. و سارا جون یه پیغام بده که خوبی. آره سارا، نکن این کارو با ما. سارا نکن ناراحت ما را. سارا خدا شو که تو تهران تو ایران شعر نمیگی وگرنه وضعیت آهنگو خیلی بد میشد. سارا نکن این کار را با ما. نه باید بگم سارا نکن با ما این کار را. اونجوری بهتر. بشین یه ذره راجع به قافیه اینا ترشی نخورم یه چیزی میشن. آره بابا من متاسفانه صبح زود شب ترشی میخوری. خب برو بریم. خب من که خدافظی کردم. خدافظی کردی؟ کردم، گفتم مرسی که با ما بودی. بگم با من بودی. شما رو هم گفتم، سارا رو هم گفتم، فرح جونم گفتم، امینم گفتم، بقیه رو هم گفتم. خب منم از طرف خودم براتون بهترین آرزوها رو دارم. آرزوی سلامتی، عشق، صلح و شادی. امیدوارم این 1 ساعت یک کمی شادی به زندگی شما اضافه کرده باشه. خیلی دوستتون داریم. تا دفعه آینده و 1 ساعت غیبت دیگه شما رو به خودتون و به خدا میسپاریم. Love you.